کردم. حتما چیزی میشه دیگه. تمام دوباره همونجاست شاد. غیر باز داشتیم میگفتیم بچه استاد میتونم بیایم تو؟ چرا دیر کردی بازم؟ استاد شما چطوری منو میشناسید؟ باید توضیح بده. اگه توضیح ندی با این چشم ما بیایم اول تو. بیا تو بسم الله الرحمن. بیا تخته. حاجی چی بگم؟ استاد نه سوالی چیزی حاجی این دیگه چیه؟ استاد این چیه؟ اون اصلا سوسکه. بیا بابا جلو. بله تو چرا دیر کردی؟ استاد راستیتش ننمون رفت تو کما. کما؟ بله نه کما نه تو کما. اگه تو کما بود تو الان تو مدرسه چیکار می‌کردی؟ نه تو کما نه تو کما گیر کرده بود. کما؟ بله چرا؟ نمیدونم رفته بود کما. بعد در چوچوشم اون چی میگن کمادا همه نه کلید دارن گفلش میکنن. آره اونجا اوکی گیر کرده بود. آره اونو بسته بود برادرم انداخته بود صد داشتگاه. به خاطر همین است. ای بابا. میتونیم بریم بشینیم؟ این دفعه رو باشه ولی هفته دیگه استاد ببخشید چرا هممون از کلاس مهد کودک همین حالا ولش. هنوز ما رو بشیم معارفتو باز کن. داشتم میگفتم همون هدیه. خب بگید استاد یک کمی از چیز بگید اسلام بگید. بچه اسلام ها کسانی بودن که اولین دین اسلام و حضرت علی کشف کرد. استاد یه سوال دارم یه سوال بفرمایید. استاد وقتی که حضرت سلیمان قالچش داشت پرواز میکرد درسته؟ اونو میبردن قالشویی یا کارواش؟ یعنی چه؟ استاد یعنی میبردن قالشویی یا کارواش میشستن. مگه حضرت سلیمان اگه پرواز میکرد چرا میبردن تو قالشویی و کارواش؟ مگه ماشین بود؟ استاد یه دونه سوال دیگه یهودی ها همشون بدن. آره بدن خیلی بدن. یعنی شما نمیگن مگه همه دین ها باید مورد احترام خود قرار بگیرن؟ نه من کجا گفتم؟ خب استاد شما میگفتید داشتم میگفتم اولین اسلامیان که پذیرفتن دین اسلام را حضرت علی پذیرفت که مردم را حضرت علی هدایت کرد نباید با ظالمان اطاعت کنند. حضرت علی پذیرفت که و حضرت ها مردم چی میخواستن؟ میخواستن که با آره داشتم میگفتم دین اسلام و